سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. امیر جپی هم با اومدن با یه آموزش دیگه. حد میزنیم چی باشه؟ گفتم آموزش هوشداری نمیذارم، با اومدیم که انجامش بدیم. بچه‌ها چند تا نکته داره هوشداری. یکیش اینه که پلن داشته باشیم، یعنی با پلن جلو بریم، نه اینکه مثلا شانسی بیاد الان گل واسه تو حرف اضافه نزنیم که مثلا گل افتاده گل گیر کرد، حرف نزنیم، فقط کار کنید بوده این مهارته. پلن بچینید و هر وقت احساس کردیم که حریفتون میخواد ذهنتون رو بکنه سریعا پلن رو آغاز کنید. یعنی الان من بازی میکنم میگه میخواد بده به این به بغل دستم، من ذهنشو میکنم نمیدم، همون ذهنشو بکنم. و یه نکته دیگه ببین، اگه میخوای گل رو نگه داری بازی کن، بازی کردی باش، بازی نکردم اینو یا به صورت اختاروشی امیرعلی اینطوری بذار نیست آروم دیگه، مثلا اینطوری گل اینجا یا همونطور گرفتم بیا گل رو بذار اینجا، گل دستتو بذار اینجا، انگار پوچه این دسته اینطوری بذار نیست انگار پوچه، با این گلا رو پخش کن. و یه نکته دیگه، یه شکل نده اینطوری، مثلا هم به این اینطوری بدم هم به این میام اینطوری بدم، مثلا به این میام اینطوری میدم به این میام اینطوری میدم. ولی یادتون باشه به خاطر سوتی دادن این گلو این دستی که میخوایم نگه داریم نگه میداریم، اگه بخوایم نگه داریم یا اینطوری میکنیم اینطوری دیده میشه، بیاریم اینجا دیده میشه دیده شد. اگه اینو اینطوری بذاری هیچ کس نمیدونه. بچه‌ها حرف دیگه هم اینه که حتما بعد پخش کردن با اون دستی که ما اینجا گذاشته بودیم رو میز یه بار بازی کن. مثلا من اینجا اینو نگه میدارم اینو میدم اینطوری میدم، با این یه بار بازی کن که حریفت نگه 100 گل دستشه، بازی هم نکرد و گل رو بده تک 100 گل رو نزده. این یکی هم اینه که سرتون پایین باشه. دیدیم احمد تو با سریالشان میگفت دستا رو بیار جون، نگاه میکردی میگفت گل رو بده، یه کاری کن نگاه نکنه اینطوری. سرتو بنداز پایین و زیر چشی هم نگاه نکن مگر اینکه بخوای رکب بزنی. مثلا میگن بغل دستی من مثلا احمد میگه احمد چپت پوچ، یه نگاه کن ببین احمد گل نداره ولی گل داشت نگاه نکن. ببین اگه خواستی رکب بزنی نبوده یه ریز نگاهی از زیر چشم بکن، طرف گلگیر باشه میفهمه گل دست کیه، ولی گل دست اون نیست. فقط تو نگاه کردی که انگار مثلا اون گل داره. یکی هم وقتی خواستیم مثلا رکب بزنی طرف احمد چپت گل، چپ احمد گله، به دوستاتون بگیم یه دونه اینطوری بزنن اگه درست گفتن، مثلا گفتن چپت گل اینطوری بزنن. خب اگه گل بود اگه اینطوری زد دوسته با این باشه یه دونه بزنه دستتو بیار بالا اینطوری باز کن انگار داری گل رو میندازی، تو گل نداری یا پوچ این دستتو بیار بالا انگار میخوای گل رو بندازی. رکبه نه گل رو بده
با رکبایی که گفتم میتونیم راحتی بازی کنیم. یکی هم با یک سرعت گل بدیم. یعنی من ببینم علی گل افتاد نه یکی از آن باید به این گل ندیم، باید ببینم گلو بدیم بیاد اینطوری. ولی اینجا احمد گل افتاد یکی از گل ندادی در صورت اینطور میاد ولی به یک زود میدی به یک سرعت به اینم یا به اینم زود بده یا به اینم دیر بده، انتخاب با خودته. به هیچ کدوم از هم بغلیات نگاه نکن، یه نگاهی کنی مثلا تو خالی بازی کن، این خالی بازیشو میکنه شاید از اون نفهمه ولی طرف از نگاه تو میفهمه. بچه احتمال قبل اینکه آخرین لبش رو بگم ببینید من خیلی زحمت میکشم مثل این ویدیو ها، کلی آموزش میبینم، آموزش میذارم، خودم کلی ترفن بخورم درست میکنم، ولی شما در عوض حمایت هم کنید. هیچ کی حمایت هم نمیکنه. چنل قبلی 1 تا فالوور داشتم، اینجا 5 تا فالوور دارم. پس بریم که آخری هم بگیم کارتاتون یادتون باشه، کارت و خالی بازی ها یادتون باشه اگه داور نباشه. مثلا ببین الان من این کارتو دارم، میگم اینجا من کارت حسب یک دست رو دارم، ببینید به چه کارت میاد و کجا استفاده کنی من در آینده ویدیوشو خواهم گذاشت. پس اگه میخوایی یاد بگیری چنلم سابسکرایب کن که هر وقت زنگولش هم فعال کن که هر وقت امیر حسین پی جی ویدیو گذاشت بیای نگاه کنی. و همین یکی هم یادتون باشه که موقع شاهگل بازی پوش نداره، همچنیناتون هم بگیم موقع شاهگل بازی پوش نداره. یکی هم که همین گفتم کارتاتون رو مدیریت کنید، خالی بازی ها رو اگه داور ندارید. تا ویدیوی بعدی خدافظ، مرسی که لایک و ساب میکنید.